قاعده 180 اقسام کفر اکبر بفهمیم. کفر اکبر که حال انسان از اسلام خارج میکنه کدام کفر است؟ اول کفر اعتقاد است، مثل کفر در 6 اساس اسلام: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیر و شر من الله تعالی. بعضی در جمله و الیوم الاخر داخل میشه. علما میگن که باز داخل میشن جنت و دوزخ یا پاشه. این علی کس به آنچه که در قرآن ثابت است، کس به صراط منکر میشه، کس به قنطره منکر میشه، کس مثلا به جنت منکر میشه، کس به روز آخرت انکار میکنه، کس به وحدانیت الله و ملائکه، کتاب‌های آسمانی و پیغمبران. این یک کفر اعتقاد میگن. دوم کفر فعلی هست. کفر فعلی کدام یکی است؟ کفر فعلی است که یک نفر خوب عقیده درست داره لکن عملا میخیزه به یک بت سجده میکنه، عملا میخیزه به یک مخلوق سجده میکنه، به یک قبر سجده میکنه. پس اینی چی است؟ این کفر عملی میگن. یا مثلا عملا قرآن میگیرن توهین میکنه، زیر پای میپرته. این کفر عملی هست. بسیاری کسا به خاطر کفر عملیش این کافر میشن. عملا یک کار نمیکنه، توهین به مقدسات میکنه، به قرآن عظیم شان. یا چی هست؟ یا در کفر داخل میشن. مثلا ذبح به غیر الله میکنن، نظر به غیر الله میکنن. اینیا کلشان در کفر عملی داخل میشه. قسم سوم کفر با سخن گفتن است. کفر با سخن گفتن چی است؟ که یک نفر یک سخنی را میگه که حتی مقصدش نمی باشه. مقصدش نمی باشه. پس او استهزاء چی میکنه؟ که چی هست؟ این هزل میگن. هزل ما شما خواندیم هم قبلا هم که هزل چی نمیگن؟ استهزاء و مسخره کردن و فکایی گفتن سر مقدسات است، سر معتقدات است. مثل که صحابه شیشته بودن، یک نفر خیست گفت که ایران رسایی که شکمای کته کته دارن و در صف جهاد در آخر هستن و نان زیاد میخورن، این میکنه. صحابی برش گفت که منافق تو چی میگی؟ تو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله شیشته، اصحاب شیشته، تو آره توهین و تحقیر میکنی؟ گفت باش من گپ تو به رسول الله صلی الله علیه و آله میبرم. مجاهدی که پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا کی برسه، دید که وقت ملک وحی جبریل امین علیه السلام وقت رسیده. و این صحابی دیگر میگه که هنوز نرسیده بود که من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله شتر خود سوار است. برای این نفر منافق ابلاغ کرده باش، گفته بیا که در شان تو ای آیت قرآن نازل شد که تو ای گپ گفتی و جبریل آمد و ای آیت قرآن گفت. دیگه او صحابی میگه من دیدم این شخصه که در کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و آله دستای خدا بند کرده بود، اما تو کشکش میکرد خدا. در زیر پایش حتی گفت جغله ها اما تو کش میشدن. به دقت می حادثه را بیان میکنن. وی سلام میکرد که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب. رسول الله صلی ما خو مستی میکردیم، من مذاق میکردم، من ساتری میکردم. رسول الله صلی از بالا سر شتر میگفت اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. با الله، با آیات الله، با پیغمبر الله شما استهزا میکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم. شما بعد از ایمانتان چی شدین؟ کافر شدن. حالا در افغانستان تو یک گپ است بر مردم که بگی چی میگه؟ این آیات خود درباره کفار نازل شده، شما این آیات کافر سر ما تطبیق میکنین. یا آیات درباره مشرکین نازل شده، تو آیات مشرکین سر ما تطبیق میکنین. حالا خود این نفر شخصی بود که در بین صحابه شیشته بود. همین شخص در بین کی شیشته بود؟ صحابه پیغمبر شیشته بود. کلا که میگفتن که صحابی است. اگر این آیات در شانش همین نامش نمیاد، در شان نزولش نمیاد، خب ما شما برو میگفتیم چی هست؟ صحابه. لکن اینمی در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لکن منافق بود. متوجه هستید؟ بازی خراب بشه. مثلا میگه قد کفرتم بعد ایمانکم. پس این در شأن کافر نیست. در شأن کی است؟ در شأن مسلمانی است که بعد از مسلمانی کافر میشه. ولی مشرک برای کی گفته میشه؟ برای مسلمان گفته میشه که در عبادت الله غیر الله را شریک میکنه، در اطاعت الله غیر الله را شریک میکنه. این حال بسیاری کسا خوب دلیل یافتن. کاتشان که بشینی، یک روز من در جای بودم، یک نفر هم تو شرکیات میکرد. یک تا استاد بود، یکی شاگرد بود. این استادش خیلی دیگه مت ابو جهل واره گپ من میفهمم قبول نمیکنه. من می شاگردش شفا ماندم. بسیار عبادت میکرد، بسیار خوب آدم بود، بسیار تقوا میکرد. آمدم من براشان
گفتم که چی هست؟ برای گفتم برادر شما چرا شرکیات دینی شرک است، این ناروا است، این حرام است. خواهی شاگرد از قبول کرد. این که قبول کرد نمیتونه تا چشمایش چیز شد. گفتم این کارا رو نکنین، سجده به غیر الله، عبادت به غیر الله، رکوع کردن به غیر الله. درست است، رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر ما هست، اما ما به پیغمبر رکوع نمیکنیم، سجده نمیکنیم. ما از پیغمبر شفا نمیخوایم. ابراهیم علیه السلام میگه فاذا مرضت فهو یشفین، من مریض ام الله شفا میده. خوی مردکه خوب قناعت کرد. استادش که آمد دیگه یه استاد صدام کنجکی برای شروع کرد که ولی این شرک است، این چطور شد؟ ورش میگه که او بچه منطق، ما منطق خواندیم. در منطق میگه که این قاعده کلی یک سر کفار است، این آیت بر کافر نازل شده، این به مؤمنان تطبیق نمیشه. یعنی اگر تو مسلمان شدی، کلمه خواندی، در خانه مسلمان پیدا شدی، حالا اگر به قبر سجده کردی، حالا اگر نظر به غیر الله کردی، حالا اگر کافر شدی، حالا اگر بلینن رفتی تعظیم کردی، نه دکتر نجیب میگه وای در پیشانی ما کفر نشته نیست، در پیشانی نشته نیست، کلیت بلینن خم کردی وانا فیلمت است. نشته سفر دکتر نجیب به اتحاد شوروی، در اونجا راستن رفته گل برکی مانده، بلینن مانده و چی کرده؟ کلی خدا برای چی کرده؟ انحنا و خم کرده. خود تو به مجسمه یک کافر مرتد دشمن الله و رسولش تو میری برای از کلی خم میکنی، باز میگه در پیشانی ما خو کفر نشته نیست. نه خیر، در پیشانی نیست، عمل کفری است، تو از ملت اسلام میکشه. این حالا بعضی کسا باز میگه وقتی کلمه خواندی و نامت مسلمان شد و تذکریت نشته شد که مسلمان، باز بعد از دیگه که هر کفر را کردین، این سعی کنین این شخص در بین صحابه خدا زده بود. انما كنا نخوض و نلعب، آیات قرآن نازل میشه برش میگه که اساسا چی هست؟ اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان چی شدین؟ کافر شدین. قسم چهارم که از کفر جهود یا انکار است، یا این کفر تکذیب هم میگن. کفر جهود یا کفر انکار یا کفر تکذیب کدام میگیره؟ میگه که اینا بسیاری از احکام الله را تکذیب میکنن. بگوی نماز بخوان، میگه نماز چیست؟ نماز کی کشیده؟ همه قدر که گفت که نماز کی کشیدن این کافر میشه. حجاب چیست؟ حالا عصر تکنولوژی و پیشرفت است. حجاب چیست که ما بخیزیم خیمگه که در سر خود بردیم با اینمی سخن خودی کافر میشه. این جحود میگه، انکار آنچه که ثابت است. فهمیدین؟ با نص صریح ثابت است. قسم پنجم کفر اعراض و روگردانیدن است. کفر اعراض و روگردانیدن چی است؟ کسایی است که از احکام الله رو میگردانند. نه ما شریعت قبول نداریم، ما دموکراسی را تطبیق میکنیم، ما شریعت الله را نمیخوایم تطبیق بکنیم. الله میگه و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها. کی ظالمتر از کسی که برش آیات الله گفته شد باز از او چی کنه؟ اعراض کنه، روی خود دور میده، نیست میره قبول نداره. ریش چیست؟ سکو دین است، کتاب الله است، نیست. این کفر اعراض میده. قسم ششمش کفر شک و تردد است. بعضی کساست حالا فعلا اکثرا دشمنای اسلام که هستن چی میکنن؟ در قلب انسان شک ایجاد میکنن، انسان مشکوک شود، متردد شود، در شخصیت پیغمبر شما را مشکوک میسازن. اکثرا ببینیم جوانان در این مصروف هستن، والا استاد ما در شک افتادیم. چی شک افتادیم؟ والا شک است این پیغمبر ما چرا 11 تا زن گرفتن؟ الله برش اجازه داده، گفته که یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، ما برات این خانمای تو حلال ساختیم. برای او حلال ساخته، برای ما 4 تا حلال است، برای او 11 تا حلال بود. نه والا سه 11 زن خب بسیار شد. او بچه 11 تا خانم وقتی که داره، وقتی که 25 ساله بود، همین الان کل بچه ها را بگو خودش 25 ساله است، 24 ساله است که برش بگی خانمت 30 ساله بر دختر است بگیریم؟ نه 30 ساله 5 سال خدمت کرده کم باشه. میگه نمیگه؟
خیلی پیغمبر ما خب از 25 سالگی زن 40 ساله را گرفت. صحیح نه؟ اینو چطور میکنی؟ والا اینو نمیفهمم. خیلی تو چه قسم در اسلام بحث میکنی که مسئله رو نمیفهمی؟ باز خبر داری که تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسرش زنده بود، خدیجه کبری، ازدواج دیگر نکردن. یعنی بالای پیغمبر هم وحی نازل شد، 40 ساله شد. بالاخره بازم عام الحزن که ام المؤمنین خدیجه کبری رحلت میکنه. حال پیغمبر 40 ساله هست، خانمش چند ساله هست؟ 55 ساله، 15 ساله دیگه کلان است. ولی امی وقتا مردم آمدن گفتن پیغمبر امی دعوت تیلا بده، ما برات از هر قریه یک دختر زیبا را برات میگیریم. پیغمبر گفت که اگه آفتاب دست راست ما باید، محتاب دست چپ من میکنم. باز پیغمبر وقتی که پیغمبر شد چند ساله خانم را گرفتن؟ 55 ساله، 60 ساله، 65 ساله. ام سلمه چند ساله بود؟ یک دختر ازدواج کرده، یک خانم از او که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. چرا با او ازدواج کرد؟ به خاطر از اینکه ام المؤمنین عایشه صدیقه سر از دیگر زنها افتخار میکرد، برشان میگفت که شما را پیغمبر اختیار کرده، مرا رب پیغمبر اختیار کرده. وحی آمد برای پیغمبر که پیغمبر به همراه عزیز ازدواج کن. حکمتش چی است؟ دین است دیگه. چرا الله برای پیغمبر حکمت چی است؟ چرا نمیگیم؟ چرا جنگ از بیادبی است؟ حکمتش چی است؟ یک کس پرسان میکنه چرا رسول الله هم با از طرف الله میگه جبریل عکس آورد که از این ازدواج بکن؟ چرا؟ حکمتش چی است که نصف دین، نصف احادیث پیغمبر ام المؤمنین عایشه صدیقه چی کرد؟ بیان کرد. این زنهای دیگه که پیش سفید کهنه سال بود یا فوت کرده، آل پیغمبر در خانه خود چی کرده؟ شب چه قسم خواب کرده، چه قسم پس خیسته، چه قسم مسواک کرده، چه قسم شیشته، چه قسم استراحت میکرد، به تهجد چه قسم خیسته. دیگه صحابه خود در خانهش نبودن. این زنها همسرش کتش بودن و فوت کردن. آلی نصف دین که در خانه پیغمبر صورت گرفته، متوجه است؟ اینه کی نقل بده؟ باید یک کسی باشه که همون تو ذهنش چی باشه؟ خوب همون تو حافظه قوی داشته باشه. از این خاطر ام المؤمنین عایشه صدیقه حافظ قرآن بود، فقیه بود، محدث بود، شاعر بود، ادیب بود و استاد صحابه بود. گپ در سن نیست در اسلام برادر. ما شما بسیاری وقتا میشینیم بسیاری بچه هست مگه من خوب خدا لودگی میزنم باز که صفحه شدم انسان میشم. والا که در جوانی انسان نشی، اگر در پیری انسان شوی. من شاب علی شیء شاب علیه. کسی که جوانی خدا در لودگی تیر کرد که پیر هم شو نموت لوده است. همین شما اگر کاکا رو ببینید بودان دروازه کوچه قرار سال از قصای جوانی خدا برای بچه‌ها میکنه. چرا کاکا جان مسجد نمیری؟ چرا کتری سفیدا نمیشینی؟ به خاطر از اینکه اونمون لودگی جوانی خدا تیر کرده دو هم شدن. این حالا گپ سر سن و سال نیست که ما بسیاری وقتا بگیم حالا سن چطور است یا سال چطور است. مصعب ابن عمیر کار را در مدینه منوره کرد که شاید او را بسیاری سفیدای صحابه نمیتونستن. چرا وقتی یک جوان که انرژی داره و چهره زیبا داره و فصاحت داره و بلاغت داره، مردم گپ از رو خوبتر دعوت از رو میشنون نسبت به یک آدمی که ریش سفید است و پیر است و دندانای ساختگی داره و یک کلمه گپ میزنه و 16 تا سلفه میکنه. متوجه هستین؟ از اون که دین خوبتر، از این خاطر دعوتگر خوب دین باید جوان باشه. در جوانی توبه کردن در مسجد آمدن که قرار اونجا مدیریت میکنه. در مسجد هم که شیشته خودش صحیح نماز نمیخونه، قرآن هم یاد نداره، فقط سندگاه سایل داره که تو نمازت تو کردی، که تو کلکتت تو کردی، که تو پایتت تو ماندی، که تو فلانی تو ماندی، فلانی. در داخل خانه خدا شیطان همینجا داخل شده. پس یکی این کفر چی است؟ کفر شک و تردد است. این صحابه بسیاری جوانان را در قسمت ازواج مطهرات در شک میپرتن، اما کسی که مطالعه دقیق داشته باشه بازو شک نمیکنه. میفهمه که والا آنچه که تو میگی تو پیغمبر سر خود قیاس میگیری، خودت شهوت راه هستی، خودت گناهگار هستی، خودت این فکرها را داری. میگه المرء یقیس علی نفسه. هر کس دیگران چی میکنه؟ سر خود قیاس میکنه. اگه خودش خوب آدم بود میگه کل دنیا خوب آدم است. اگه خودش زشت بود میگه کل دنیا چی است؟ زشت است.
قسم هفتم کفر اکراه و اجبار است. یک نفر کافر میشه توسط اکراه چه قسم است که سرش فشار میگه کافر شو، بازی هم کافر میشه. لکن وقتی کافر نمیشه که و قلبه مطمئن بالایمان، که چی باشه؟ قلبش اطمینان باشه. مثل عمار ابن یاسر کلمه کفر از دارش ببره اما قلبش ایمان داره. اما اگه نفر اگه سرش اجبار میشه بازی هم قبول میکنه، میگه برو چیز شدم، این کفر اکرامیه. و قسم هشتم کفر نفاق است. کفر نفاق چرا میگن؟ که یک نفر ظاهرش مؤمن است، قلبش چی است؟ ایمان نداره. در ظاهر یک قسم است، در باطن دیگه قسم است و این بسیار خطرناک است و اکثر نمی منافقا بسیار زیاد می باشند. ظاهرا آیات قرآن میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. بسیاری کسا میگه من مؤمن هستم، ما ایمان آوردیم به روز آخرت ایمان داریم. الله میگه و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا، میگه ما والا فریبکاری کردیم و الله و کسی و ما یخدعون الا انفسهم، یا فریب دادن نمیتونن مگر چی نه؟ نفس خود. یک وقت در یک جای رفتیم، خب یک کسی بود در یک دفتر، در دفتر رفتیم، باز این سکرتر از این چی دادی شاگرد ما بود. باز که رفتیم اینجا سه این مردکه کردیم دفترش داخل شدیم، کلان رئیس بود یک بخش. ما چند نفر دو سه نفر استاده از شریعت رفتیم به دفتر از این که داخل شدیم. اینجا که برای ما تا استاد او جای نماز میبینه، ما که در دفتر بریم تا که یک دو رکعت نماز نخوام هیچ طاقتم نمیره.